دانشجوی اگه شما دانشجوی کارشناسی ارشد باشی شما میشی کاتگوری C. حالا کاتگوری C چی هسته؟ شما 100% اسکالرشیپ، فول 100% اسکالرشیپ میگیری و به اضافه مثلا حالا ماهیانه پرداختی هم بهت میکنن. خب اگه کاتگوری دی باشی یعنی پارت تایمی، 50% از شهریت و اسکالرشیپ میگیری و بعد مثلا دیگه ولی حقوق نداری، فقط همون اسکالرشیپ رو داریم. ولی اگه شما توی مقطع دکترا تحصیل کنی و بتونی این پوزیشن رو بگیری، یا میشی کاتگوری A یا میشی فول تایم، منظورم یا میشی کاتگوری A یا میشی کاتگوری B. ببخشید مرجان، بس مثلا فکر کنم خودت تو تا جایی که یادمه بودی و گرفتی این چیز رو، درسته؟ بله. رزومه داره دیگه قطعا. 100%. این حالا الان داستان خودم توضیح میدم. و شما مثلا اگه دکترا باشی یا A میشی یا B میشی. توی هر دوتا حالتش چه A چه B شما میگم 100% اسکالرشیپ رو داری و واسه هر کدوم از اینا هم خب پرداختی خواهی داشت. پرداختی هایی که EMU به ریسرچ اسیستنتاش میکنه پرداختی خیلی خوبیه. من این شانس رو داشتم که فکر میکنم تقریبا کمتر از 1 سال که وارد قبرس شدم تونستم این پوزیشن رو بگیرم. و خب خیلی مثلا به رزومه، به معدل و به پشت کار و اینه که مثلا چیه خیلی بستگی داره. انکار نمی کنم، شانس هم بستگی داره. یعنی که خب مثلا شما در نظر بگیر که یه چیزی مثلا یه پوزیشن، یه موقعیتی هسته که خب هر کس که وارد دانشگاه میشه میخواد که مثلا داشته باشه اونو، 100% که شانس هم توش مؤثر هسته. ولی خب این که اول که شما اگه بتونی تو دپارتمانت با استادا مثلا کانکت چی، اگه مثلا بتونی با شانس هم در خونه کسی رو میزنه که تلاش کرده. من اینو همیشه بهش تا کسی که بشینه تو اوکی من اینجا هستم، حالا یه استاد من پیشنهاد بده، این قطعا ممکن نیست. یعنی تا خود فرد نره ارتباط نگیره و ارتباطش ارتباط مؤثری نباشه، دقیقاً یعنی که راه درست و مکان درست قرار نمیگیره. 100% این که میگی درسته فاطمه جان. ولی خب میگم که باید مثلا بدونی چجوری با استادا مثلا ارتباط بگیری. بعد یه چیزی هم اینجا که هسته، باید نه حالا واسه اینجا فقط بچه، من فکر میکنم واسه همه جا شما باید مثلا بدونی چجوری از استادا بکشی بیرون اطلاعات. یعنی که باید واقعا یه جوری باشه که از مثلا از استادا اطلاعات بگیری که مثلا بدونن که آره مثلا تو مشتاق هستی که حالا مثلا این پوزیشن رو داشته باشی. اگه منتظر شی به پاست منقضی شه، بری پاسپورت تو عوض کنی و برگردی ایران واسه قبرس که حالا قبرس جنوبه اقدام کنی واسه سفارت، چون ویزای شینگن اون، یعنی که مثلا ویزای شینگن میخواد چون که قسمت اروپاییه. و این بحث بله درسته. به خاطر همین مثلا باید کلا یه پروسه رو طی کنن. اینجا خیلی بچه اینجا یه چیز خیلی جالبیه که مثلا یه وقتی ما میبینیم مثلا این شهری که مثلا من میگم لفگوشا که مثلا حالا الان این پایتخت دیگه، خب پایتخت قبرس، یعنی که یه شهر کلن ولی شهر 2 قسمته. یعنی یه قسمت شمالیه یه قسمتش جنوبیه. یعنی مثلا یه وقتی که من توی قسمت قدیمی شهرش چون مرزش اونجاست، خب یه وقتی توی قسمت قدیمی شهرش یا مثلا لب ساحلیم، خب مثلا میبینی مثلا اونور میبینی چراغ روشن، مردمو داری میبینی یا مثلا مردمو داری میبینی دارن میرن میان، ولی که مربوط به اون قبرس شما مثلا نمیتونی بری. خیلی مثلا این یه چیز خیلی جالبه. یا مثلا همون مرزش اونور مرز رو میبینی،
اونور مرز رو میبینی که مردم دارن میرن و میان، ولی که نمیتونی بری. یعنی که واسه ایرانی هم فقط اینجوری نیست، خود ترکای ترکی هم اونا هم نمیتونن برن، یا مثلا بچه‌هایی که ما داریم، بچه‌هایی که از عربستان و این کشورهای عربی هن، یا روسیه، ما دانشجوی روس خیلی زیاد داریم، باز اونا هم نمیتونن برن. مثلا کشورهای اروپایی میتونن برن و بیان، ولی که واسه ماها متاسفانه امکانش وجود نداره. و گفتم اگه که یه روز شما بخوایم برین اون یکی قبرس، چه مراحل رو باید تکون باید کلا برین پاسپورتتون رو عوض کنین و از ایران اقدام کنین واسه اون یکی قبرس که بتونین برین ببینینش. اگه موافق باشین که ادامه بدیم. میشه سارا جان بریم اسلاید بعد اگه امکان داره؟ خب اینجا من یه لیست گذاشتم واسه مقطع کارشناسی و مقطع کارشناسی ارشد دکترا، چه مدارکی که نیاز که مثلا شما واسه اپلای کردن و اخذ پذیرش. واسه مقطع کارشناسی اصل مدرک دیپلم یا گواهی، اصل ریزه نمرات، پاسپورت، عکس پرسونلی. و همین واسه داستان کارشناسی ارشد و دکترا هم اصل مدرک لیسانس یا فوق لیسانس، ریزنمرات، پاسپورت و عکس پرسونلی رو میخواد واسه اخذ پذیرش مقطع، حالا هر مقطعی که میخواد. یه چیز خیلی مهم رو بهتون بگم بچه، یه چیز خیلی مهمی رو من بهتون بگم که شما یک ریالی نباید واسه اخذ پذیرش به هیچ مؤسسه‌ای بدین. اخذ پذیرش همه دانشگاه‌های قبرس رایگانه، همه دانشگاه‌های قبرس. و متاسفانه یه سری از مؤسسات توی ایران برای اخذ پذیرش 300 یورو 400 یورو از بچه‌ها میگیرن که فقط مثلا واسه شون پذیرش بگیرن. خیلی این داستان بابیه، چی میگم، مثالت خیلی رواله که بیان بگیرن از بچه‌ها پول. هم یه چون که اینجا اصلا هیچ چیزی نداره، یعنی که شما میتونین به راحتی پذیرش بگیرن از دانشگاه بدون پرداخت یک ریالی. نه اپلیکیشن فی نداره فاطمه جان، اپلیکیشن فی نداره و به خاطر همین میگم که کاملا رایگانه و هیچ پولی رو به هیچ مؤسسه‌ای واسه اخذ پذیرش نگیریم. و اگه از شما داشتن یه پولی رو بابت چی میگم واسه این داستان اخذ پذیرش و اینا ازتون میگرفتن، بدون که اون اصلا داره کلاهبرداری میکنه و هیچ پولی رو شما نباید واسه اخذ پذیرش بدین. دقیقاً دوره‌های زبان اینجا خیلی، چون که اینجا اینجوریه که من یه چیز دیگه هم که به ذهنم رسید در مقایسه با فاطمه جان و سارا جان، در مقایسه با کشورهایی که شما گفتین چرا اینجا میان بچه‌ها، به خاطر اینکه یک راش نزدیک فکر میکنم و منتظر نیستن که منتظر ویزا قرار نیست باشن و اون پروسه فکر میکنم سختی و که باید طی کنن و نمیخوان طی کنن. اینجا به خاطر همین یه خورده چی میگن در دسترس تره، نمیخوام بگم محدود ولی در دسترس. بحث اصلی بحث ویزا هست. تو شینگن تو این سالهای اخیر به شدت سختی زیاد شده. من فکر میکنم قبرس شبیه برای دانشجوی ایرانی شبیه مالزی کل جهش هم میتونه باشه که مثلا یه مرحله قبرس باشن، بعد نمیدونم مثلا بین دانشجویان ایرانی پرتغال هست میان اینجا، بعد مثلا میرن کانادا، میرن آمریکا یا انگلیس یا بقیه کشورهای اروپایی که به لحاظ اقتصادی وضعیتشون بهتره. منو یاد مالزی انداخت که خیلی از بچه‌های در اروپا هستن دانشگاه خیلی خوب مثلا ارشدشون مالزی بودن.
درسته، دقیقا همینجوریه. اینجا دقیقا واسه خیلی از بچه‌ها، من خودم هم اول که اومده بودم اینجا رو مثلا فقط به عنوان یه سکوی پرتاب میدم، میگفتم حالا بیام اینجا چند سال میمونم بعد مثلا میرم یه جای دیگه. خیلی ببین همه چی بستگی به خود طرف داره. خیلی ها مثلا موفقم میشن از اینجا، مثلا من دوستان بودن رفتن آمریکا، کانادا رفتن، اروپا، آلمان چند تا از دوستان رفتن، خیلی راحت تر میتونن از اینجا برن. یعنی که همون بحث ویزا گرفتنش، پذیرش گرفتنش از اینجا خیلی راحته. بچه ها از مثلا ویزای نمیدونم حالا اروپا اگه بخوام بگیرن، آلمان بگیرن، ایتالیا بگیرن، این اول بگم که اینجا سفارت نداره، یعنی سفارت کشورهای اروپایی نداره. نمیدونم هر هفته یه روزای خاصی شو سفارت آلمان و سفارت ایتالیا میان اینجا توی این قبرس و کارای ویزا و اینا رو انجام میدن. یعنی شما اگه بخواید برین اروپا ویزای شینگن بگیرین میتونین این کار رو انجام بدین، ولی که خب باید وقت بگیرین که مثلا حالا از چند ماه قبلش باید وقت بگیرین و میتونین امکان این که ویزای شینگن بگیرین و دارین. قبلا اینجوری بود که فقط آلمان و ایتالیا از کشورهای اروپایی میتونستن مثلا ویزا میدادن که میتونستیم برین، ولی خب الان یه سری از کشورها مثل هلند و بلژیک هم و یه سری از کشورهای دیگر هم، اسپانیا فکر میکنم، بهشون اضافه کردن که مثلا ویزاشو میدن به بچه‌ها. به خاطر همین رفتن و اون پیشرفت کردن خیلی اینجا زیاده. بچه‌هایی که مثلا بیان راحت راهشو پیدا میکنه میمونه، حالا یا درسشو میخونه یا مثلا یه دانشگاه دیگه پیدا میکنه میتونه بره انتقالی بگیره بره به یه کشور دیگه. خیلی اینجا بین بچه‌ها هسته و بچه‌ها انجامش میدن. اگه بهش بریم اسلاید بعدی رم که گفتم، چون بر مقطع ارشد و دکترا، این مقطع ارشد و دکترا باید پروپوزال و رزومه هم داشته باشین. واسه مقطع ارشد اگه که میخواین اپلای کنین، من پیشنهادم اینه که حتما رزومه خودتونم بفرستین، چون به شدت توی میزان اون بورسیه‌ای که بهتون قرار تعلق بگیره خیلی تاثیرگذاره. به خاطر همین حتی اگه مثلا ازتون نخواستن هم، ولی که قاطی مدارکتون ارسال کنین واسه دانشگاه. اگه بریم اسلاید بعد ممنون میشم. حالا من کلی اگه بخوام توی حالا از همه جوانبش اگه بخوام یه خوبیاشو یه سری بدیاشو بهتون بگم، خوبی حالا یا همون مزایای قبرس اینه که یه جایی که آرامش و یه جزیره بسیار دانشجوییه، خیلی ساکته، خیلی آرومه، چی میگن جوون پسنده به قول خودمون. یه جمعیت خیلی بالای دانشجو میاد هر ساله. میگم این لحاظ چی میگن آرومیش و امن بودنش بسیار کشور امنیه، خیلی امنیت بالایی داره اینجا، از این لحاظش خیلی خوبه. حالا به نسبت کشورهای دیگه یا به همون نسبت اگه بخوام مثلا حتی با ترکیه هم قابل مقایسه نیست از لحاظ امنیتش، چون اینجا امنیت به شدت بالایی داره. معایبش هم که اگه بخوام بگم که خب هزینه‌های زندگیش که الان تقریبا مثل ایران، مثلا باز همون کوچیکی همون خوبیایی که داره باز همون بدی‌ها رو داره. کشوری نیستی که زیاد شناخته شده باشه و شما اگه که میخواین مهاجرت کنین به قبرس اصلا به دید یه جای خیلی واو خیلی حالا خارجه و اینا اصلا نباید به اون اصلا فکر نکنین، چون که اگه که با اون پیش زمینه بیاین اینجا اصلا ممکنه نتونین بمونین. یه جای خیلی کوچیکیه، تقریبا مثل اون شهرهای خیلی کوچیک ایران میمونه. امکانات اونجوری همونجور که گفتم حمل و نقل عمومی نداره، مثلا تقریبا حمل و نقل عمومیش اگه بخوایم سرویس های دانشگاه اون اتوبوس های دانشگاه فاکتور بگیریم حمل و نقل عمومی نداره بچه‌ها. یعنی شما اگه بخوایم برید حتما یا باید از سرویس های دانشگاه استفاده کنید یا باید تاکسی
حتما استفاده کنید که خب اون باز هزینه‌های زندگی رو بالا میبره. اینجا گازکشی نیسته و شما حالا اگه که تو خوابگاه باشین که خب حالا اجاق گازتون برقیه، ولی اگه بخواید خونه بگیریم بعضی از خونه ها مثلا هنوز با کپسول گاز مثلا حالا کار میکنن، اینا آبش قابل شرب نیست، آب از بیرون شما میگیرین. الکتریسیتی یا همون برقش خیلی گرونه، کلا برق کلا خیلی گرونه، سوختش گرونه، بنزین و اینا خیلی گرونه. و این در رابطه با برق یه ویدیو چند هفته پیش میدیدم توی اینستاگرام، یه نفر داشت درباره قبرس صحبت میکرد، میگفتش که اینقدر قبرس برق گرونه که شما پول حقوق تو که میگیری باید همونو بده پول برق. نه اینجوری هم که اینا میگن نیست اصلا، ولی خب برق به نسبت ایران مثلا که ما روشن میکردیم همه جا، همه چراغا روشن و آخر ما نمیدونم 100,000 تومان 200,000 تومان میومد. نه خب اینجا دیگه باید فکر اینا رو کنی که مثلا برق اینجا گرونه و تو خب الان تو اروپا کلا انرژی گرونه، ولی مثلا پرتغال مثلا ما در کل قبض مثلا گاز و آب و برق و اینها با هم دیگه شاید هولوش 100 یورو بشه، کمتر هست، مثلا 80 90 به بستگی برای 2 نفر میاد. حالا نمیدونم قبرس یعنی از اینم همین نه همینقدر میشه. شاید نسبت به درآمد شاید مردم یا نسبت به ایران، خب ایران خیلی به حد خیلی ببخشید مسخره‌ای ارزونه به نظرم، البته نسبت به درآمد خیلی اوکیه، ولی خب در کل مثلا ما هیچ صرفه‌جویی تو ایران نداشتیم اصلا، خیلی بد. خیلی آره میگم مثلا درست بگو ازم ببخشید، میگم اینجا دیگه ناچار به صرفه‌جویی هست دادن بالاخره، صرفه‌جویی نه استفاده درست به نظرم یهینه درسته. دقیقا همین جوریه. میگم حالا مثلا ما که مثلا از ایران اومده بودیم خیلی واسمون سخت بود که مثلا بخوایم با یه همچین شرایطی روبرو بشیم. دقیقا این چیزی که میگی دقیقا پول نمیدونم برق و اینا، حالا اینجا که من بحث گازو گفتم، ولی مثلا برق حدودا همین مثلا 70 یورو اینا، مثلا 70-80 یورو میشه. و من یه نگاه بله فقط برق نه فقط برق چیز ما در واقع قبضی که پرداخت میکنیم هولوش 90-80 اینا هستش، پس گرونه قبرس. نه اینجا برق فقط این مبلغه، چون که گازو که بحثشو گفتم، اگه که مثلا بعضی از خونه ها گازشون برقیه، ولی که اگه برقی نباشه کپسول گاز مثلا باید زنگ بزنیم بیارن. بعد آبش هم که خب جدا آب شربش که از بیرون میگیریم، ولی خب باز یه پول آبم باید بدین که مثلا آب همون شستشو و ایناست، اون که اصلا یه بحث دیگه داره. بچه من یه چیز خیلی مهم و یادم رفت بگم، این آخرش الان دیدم توی نوتام نگاه کردم دیدم نگفتم. بچه شما اگه که توی مثلا مخصوصا دانشگاه EMU خب شما چون که واسه بچه‌های مسترش واسه بچه‌های کارشناسی ارشد 50% بورس قطعی داره، هیچ راهی نداره، حتما اون بورس رو داره. خب ولی واسه بچه‌های دکترا اون بورس رو یعنی در بعد ورودشون ندارن اون بورس رو. خب شما اگه که امتحان زبان دادین، خب این حالا درباره اگه CIU هم یا دانشگاه دیگه هم میتونه صدق کنه، ولی بیشتر واسه EMU. شما مثلا امتحان زبان میدین به عنوان دانشجوی دکترا، خب امتحان زبان میدین، امتحان زبان رو نمیگذرونی. خب امتحان زبان رو نمیگذرونی و به شما میگن که شما باید بری زبان بخونی. خب بعد میگن قبل از اینکه بری دپارتمان باید بری زبان بخونی. خب و اگه که شما مقطع کارشناسی ارشد باشید با 50% بورس، اون زبان، اون کورسای زبان هم شامل این بورس میشه. خب ولی که شما اگه
دانشجوی دکترا باشی و بورس نداشته باشی، خب اون کورسای زبان هم شامل اون بورس نمیشن. به خاطر همین این مسئله رو حتما مد نظر داشته باشین که شما اگه که به عنوان دکترا دارین میرین توی حال یه دانشگاهی درس بخونین و اگه دیدین که وارد دپارتمان نشدین و زبان بهتون خورد، حتما از کسی که واسهتون پذیرش گرفته بخواین که سریعا پروگرام شما رو واسه اون ترم که دانشجوی مدرسه زبان هستی، پروگرام شما رو از دکترا به مستر تبدیل کنه. میتونه با یه سری چی میگم، باید برن خود همون رجیستر آفیس کاراشو انجام میدن. پروگرام شما رو از دکترا به مستر تبدیل میکنه و شما آن واحد 50% از اون پول هزینه کلاس زبانتو نباید بدی. مثلا ما توی EMU داشتیم بچه ها مثلا توی یه دونه کلاس زبان، خب مثلا بچه ها بودن که مثلا یه ترمش هم فکر میکنم $4,000. خب مثلا داشتیم بچه هایی که مقطع دکترا بودن واسه یه ترم $4,000 داده بودن، ولی بچهای لیسانس همون درس و اونا رو یا همون روزا همون چی میگن ساعتهای کلاس رو اونا $2,000 داده بودن و این به خاطر اون 50% بورسی بود که بچهای مستر داشتن. به خاطر همین اگه که اومدین و بهتون زبان خورد، حتما یادتون باشه این پروگرامتون رو از دکترا به مستر تغییر بدین که این بورسیه شامل اون درسای زبانتون بشه. حتما این چیزی بود که من خیلی اینجا دیده بودم و بچه‌ها خیلی باش برخورد کرده بودن و اینا. این مسئلاتی واسه من به عنوان یه بی‌عدالتی میبینمش اینجا متاسفانه، که مثلا تو اگه بورس داشته باشی که خب حالا همون درس رو کمتر میدی، ولی اون مثلا دانشجوی دکترای بنده خدا باید همون رو خیلی بیشتر پرداخت کنه. اگه سوالی داشته باشی من در خدمتتونم. بچه ها اگر کسی سوال داره حالا یا مایکش رو باز کنه یا اینکه توی چت باکس بنویسه. زنده باشید، متشکرم. اگه که باز من ایمیلم رو گذاشتم، اگه که سوالی چیزی داشتین میتونین از من بپرسین، بهم ایمیل بزنین. صفحه اینستاگرام هم تگ شده روی پست صفحه بچه ها هست، میتونین ازم بپرسین. فکر میکنم یه مقدار بهتر از کیش هست، خیلی بهتر از کیشه، خیلی بهتر از کیشه، یعنی که حداقل آب و هوایی که خیلی بهتر از کیشه. حالا چیزای دیگر مثلا من بحث نمی‌کنم ولی بهتر از کیشه. خیلی میگم این چند سال اخیر خیلی مورد توجه بچه‌های ایرانی قرار گرفته. بله درست میگی. خب فکر نکنم دیگه سوالی باشه. من آدرس ایمیل شما رو من گذاشتم توی فضای چت اگر که بچه‌ها خواستن بردارن. ولی خب به هر حال ما اگر اجازه بدین این پاورپوینت رو در واقع برای دوستانی که حالا ایمیل گذاشته بودن ثبت نام کرده بودن ما ارسال می‌کنیم که داشته باشن. و اینکه ویدیو رو هم با اجازهتون بعداً توی یوتیوب شیر می‌کنیم که اونجا بچه‌ها بیشتر ببینن. و خیلی من به شخص خیلی ممنونم. خیلی تصوراتم نسبت به قبرس عوض شد. یه تصورات دیگه داشتم، ولی نکته جالبی که بگم اینه که من خیلی از بچه‌ها رو دیدم که فارغ التحصیل در واقع، حالا چه دوستان ایرانیان اسمشون رو دقیقاً دیگه دارم نیست که بگم، که دقیقاً فارغ التحصیله. میخوام بگم که شما مثلا گفتید که خیلی از دانشگاه قبرس رو در واقع ایران دیگه قبول نداره. میخوام بگم این اهمیت نداره، چون ممکنه بچه‌ها مثلا ناامید بشن، ولی میخوام بگم بجاش ولی بقیه کشورهای اروپایی خیلی خوب دانشگاه قبرس رو قبول دارن، چون خیلی از بچه‌ها من فارغ التحصیل دانشگاه اولی که گفتین در واقع دانشگاه آره اون دانشگاه بودن که مثلا الان دارن توی هنگ کنگ تدریس میکنن و یعنی پی اچ دی هاشون رو توی این دانشگاه گرفتن و خیلی دانشگاه خوب هستن. نیوزلند هستن، حالا چند تاشون ایرانی ان، چند تاشون هم نه، ولی میخوام بگم من همیشه اسم این دانشگاه قبرس رو میشنیدم. ولی یه سوالی داشتم شخصی. شما آنا فرامکی رو میشناسید؟ پروفسور آنا فرامکی رو که تو دانشگاه قبرس تدریس میکنه؟ نمیدونم کدوم دانشگاه قبرسن. آره منم ولی ایرانی نیستن. نه فکر کنم ایرانی نیست.
من همه عمرم فکر می‌کردم که ایرانیه. آنا فرانکی خیلی خیلی معروفه از قبرس، یعنی توی توریسم اچ ایندکس خیلی بالایی داره. آره نمیدونم کدوم دانشگاه قبرس. فقط نگو که تو اون یکی قبرسه. شاید تو اون یکی قبرس. چرا؟ آره ببین فیسش که میخوره ایرانی باشه ولی نه من فهمیدم که ایرانی نیست. یه بار یکی بکنم یا من از خودم ازش فارسی سوال کردم، یکی دیگه فهمیدم ایرانی نیست، همین مدت اشتباه می‌کردم. ولی می‌خواستم بدونم که در واقع کدوم دانشگاه است. فامیلش کاملا ایرانیه. آره خب استاد خیلی معروفیه. همین خواستم سوال شخصی قبرس باشن توی اینجا که من نشنیدم اصلا اسمشونو. خب خیلی خیلی خوشحال شدم از آشنایی باهاتون مرجان جان، خیلی ممنون لطف کردید. ممنون که زنده باشیم بچه‌ها اونایی که اومدن، فاطمه جان، سارا جان و همه